سلام درود بچه ها، یک ویدیو دیگر خوش اومدید. امروز اومدیم مکان مخفی ماسک گوشت لژندری رو بهتون بدم. پس از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خب بچه ها، روی بتل رویال میزنیم. بعد حالا اینجا کلیک. بعد بچه حتما باید این بتل رویال بچه این بچه نگه کنید میتروش میزنه. حالا روش کلیک میکنیم و استارت رو میزنیم. وقتی که استارت رو زدیم وای میستیم تا بیاد. خب بچه این 70 ثانیه من ویدیو رکورد میکنم. ویدیو میگیرم بچه. خب بچه وقتی که اومدید نگاه کنید. نگاه بچه روی نقشه کلیک. بعد بچه نگاه کنید بالای شهر اوورگراند کنار شهر هیتبکن دقیقا اینجا بچه. حالا من اینجا تا برسم نگاه بچه من همینجوری میرم کنار شهر اوورگراند. حالا بعد من اسلحه برمیدارم بچه اول. اسلحه دارم. وقتی که اسلحه بچه ببینم اینجا اسلحه نرسامه. بعد میرم بچه میرم اونجایی که مارک کرده بودیم و بهتون گفته بودم کجاست. میریم تا برسیم به کنار شهر هیت بچه ها. یه هلیکوپتریه بچه ها، یه هلیکوپتریه که کاملا نابود شده. حالا خودتون الان میبینید. اینجا بچه نگاه کنید. نه اینجا بچه اینجا وقتی کم بیاید عقب بچه اینجا اوپن مموری نگاه کنید بچه. اوپن مموری این روش کلیک. بعد اینجا ملاقات با گوشت لژندری میکنیم. بعد من صدا پای بچه اینو بزنم. وقتی که ملاقات کردید بچه اینجا میشینید. اینجا ماسک گوشت لژندری رو میبینید که اینجاست. حالا ما
وقتی که نشستیم پیکاپ رو میزنیم بچه. اینجا پیکاپ روش کلیک بعد ماسک رو گرفتیم. ولی بچه شما اگه نگاه کنید من فقط یه دونه از اینا دارم. شما یه دونه دارید مثل گسته. خب اینو که بزنید با چاقو نشون میده که ماسکو دارید. خب اینم از این ویدیو. خب تا یک ویدیو دیگر فعلا بدرود بچه ها.